محترم جناب عالی به شما تشکر میگویم. شما سابقه بزرگ و برجسته راهبری دارید که طول سالهای زیاد سروری و زمام اداره کنی دولت را بر دوش گرفته اید. محض این است که شما پیش از همه هر وضع و معما را به طور عمیق درک نموده راه حل آن را دریافت می نمایید. از لحظه صاحب اختیار گردیدن کشور شما سروری و پیشوایی آن را بر ذمه دارید. شخصی می باشید که دولت را از لحظه استقلالش پیش می برید و به عباره دیگر کشور را بنیاد نموده اید. من با نقطه نظری که شما در رابطه با ذخیره های غنی طبیعی در مملکت پیش از همه ظرفیت بزرگی پیریخ‌ها بیان داشتید، جهت تبدیل آن همچون گونه دارایی نه تنها به نفع کشور شما بلکه به منفعت و سود دولت‌های همسایه پر رضا هستم. من می‌دانم که شما تشبثگر و مؤلف 5 قطعنامه مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ساحه آب هستید. اینچنین آگاه از آن هستیم که در قبول قطعنامه مهم سازمان ملل متحد در ساحه پیریخ‌ها شما نقش کلیدی بازیده اید که ما از آن به طور وسیع و کاملا پشتیبانی نمودیم.